دنباش بینرین هیجا دوی برنامه خواده امی بحثا ده سردم و فعادالیزم ده عشیر و میرتین کردان بکن. کردان دوی سردم ده لدوجی اسلامیت و دستلاتدار ده هر قاده ده لبر خودان و نرخین چان دا کومینال پاراستن. بوی رنگی لچار پارچین کردستان راپرین رو ددن. او راپرین هر چقاسی نگیشت بن آرمانجا خوژی کردان به برخودانا کو مشاندنه عشیر و میرتین خواه پاراستنه. هر وها جباجاران دور و لچیایان هبونا خواه پاراستنه. حتی کو پرگالا فعودال لکردستان وساز دبجی او روش به وی رنگی بردوام دکه. ده 100 سالا ده امین شونده لکردستان میرتی و دولت خورد این فعودال آواد بن. لباکور آذربایجان دولت شدادیان لرجلات کردستان دولت حسن بیهی، دولت بویهی و دولت فدلاویان لباکور کردستان جی دولت مروانیان و هری داوی لمصر دولت ایوبیان ده سردم و فئودالیزم ده آواد بن. دوی سردم ده عشیرین کردان جبو اولهی و آبوریا خو بپاریزن تین جمهو و کنفدراسیون عشیران آواد کن. کنفدراسیون عشیران کاراکتری وی سردمیه. اف کنفدراسیون پشتی که هزین خودکن یک میرتیان آنگو امیرتیان آواد کن. ریخستنیا میرتیان دناو خود رسن و طیبته. اف ریخستن بوین دناو عشیرین کردان ده هفسنگیه که چید که جهلا سیاسی، لشکری و آبوری و عشیرین کردان هزا خود کن یک. بینری نیجا به شهر مالاز گیرته یا 1071 شونده لکردستان و آناتولیای پیواجوه که نو دست بید که دناور و میرتین کردان و دولت و سلچوکیان ده لدجی بیزانسیان تفاق چید به. هر وها کرد و ترک جی تفاق چید کن. پشتی سرکفتنا وی شهری ترک لکردستان بلاو دبن. جهلا دینی باوری چاند زمان و جواکی و سروری و عرب اسلامیت بردامه و پشتی کو ترک لکردستان بلاو دبن جی جهلا سیاسی و خورد و سرور دبن. کردستان وکی ایالت که خواسر جعالی وان هیزان و تیناسین. دمک شونده ایدی بیزانسی و طایبتیج سروری عرب اسلام آل کردستان قلس دبن. لسر وی قلسپونه دولت عثمانیان ده سال 1209 نهانده آواد به. پشتی که دولت عثمانیان آواد به او جیوکی هر شهرستانی و دولت کوج کردان و کردستان هیز گرتنه بری خوددن و اردنگاریه. به عشیر و میرتین کردان را دکوین دناوا اتفاقی ده. جبو میرتین کردان جی جهلا سیاسی، سوسیولوژیک، لشکری و آبوری ده درفت نو چید بن. ده سر 100 سالا 15 امین ده به سروکاتیا تیمور لنگ مغولیان کردستان جی دناو ده ایریش دولت عثمانی، اکویونی و کاراکویونیان دکه. به وان ایریشین تیمور لنگ ایدی روشا سیاسی کردستان شکل دگیره. لور ناوندا شهر وان کردستانه لی میرتین کردان به تو آوای تولی وی شهری نابن و ستاتیا خواه ده پاریزن. به ایریشن تیمور لنگ دولت عثمانیان اکویونی و کاراکویونیان جهیزا خواه دکوین. به قلسبونا وان هر سه دولتان لکردستان جهلا سیاسی و والاتیه که مزن دردکوه. فرسنده که مزن درکت به هولی. به وی والاتی را کردان ستاتوین خوین خواجهی و خواسر دکارینا بزوراندنا دولتک ناوندیا کردان. پیوستی پی هبو که او روش باش باهتا نرخاندن. لو را جبر که میرتین کردان ایدیوی سر بخواه ببونا. بله بینر نیجا. هکه کردان او درفت باش بنرخاندنا دیجی گریدانا ترک و عرب اسلام رزگار ببونا و بستاتیا خواه خواسر دی خواه بره و ببرانا. کنجکتورا سیاسی یا و دمه اف درفت دا کردان. هکه دولتک ناوندیا کردستان آوا ببویا ده همو عشیر و میرتین کردان ده بن بانه و دولت ده ببونا یک حس. هر وها جهلا سیاسی، لشکری، آبوری، جواکی و چاندی و ده سربخواتی خواه آوا بکرانا.
لی کرد و میرتین کردان وسا نکرن. تنه جبون عشیر میرتی و ستاتیا نافخوایی هولدان خواه کرن. خواه پارچه پارچه هشتن و گلک درفت مزن جدست رواندن. به حساب بچوک تبگریان و حساب مزنتر دان آلیدن. به یکی تیبونا کردان جاره کدن لور دردکه و پیشیامه. لور جبر کو سیاسته که هفپار دناو خود آوانه کرن زرارک مزن جیج بو یکتیا کردان چه بو. دما کو سردما سیاسی یا 100 سالا 16 امیجی دست بیده که کرد و میرتین کردان به وی روش خویا پارچهی به اتفاق و به یکیتی تبل وی سردمی دبن. بینر و شوپینرین هجا جبو کو دیروکا کردستانی ده تاریتیه ده نمینه محول دا کو دوی برنامه خود باله بکشینن سر ده سردما فئودالیزم ده عشیر و میرتین کردان. ام هیوی دیکن کو اف برنامه سودور ببه. بله بینر نیجا ام گیشتن داویا و برنامه خود. جبیر نکن ببن آبونه قنالامه ما بشوپینن و برنامه ما بلاو بکن. خواه بناسن دیدوکا خواه هبون و خوابون خواه بپارزن. حتی برنامه کدن بمینن دناوا خوشیه ده.